دوست پسر داشتن بهتره یا سیسی داشتن؟ معلومه سیسی داشتن، ولی خب بریم ثابت کنیم. یک، کدومشون رو میتونی ببری خونه؟ پسره رو که ببری خونه شب باید تو کوچه بخوابی. پس معلومه سیسی میاد، غذا میپزه، باهات فیلم میبینه، کلی کار میکنی، تهش شب نمیچسبه بهت. خیلی عالی. دو، کدومشون میتونه بهت خیانت کنه؟ معلومه دوست پسر الدنگه، چون سیسی اصلا نمیتونه بهت خیانت کنه. انقدر که شما با هم گنگکاری و داستانا و بلبل داشتید از این رابطه پاشو نمیتونه اصلا بذاره بیرون. سیسی گلم لایک رو بزن، نمادین که نیست. با کدومشون میتونی غیبت کنی؟ معلومه سیسی. با دوست پسر چه غیبتی میخوای کنی؟ بهش بگو سارا کات کرده با دوست پسر، میگه خب چیکار کنم؟ خب پوفیوز باید ادامش بدی. اینو به سیسی بگو 3 روز پشت تلفن باهات حرف بزنه. 4، کدومشون میتونه قربون صدقت بره؟ جفتشون. ولی به دوست پسر باید التماس کنی، اصرار کنی، آقا یه ذره محبت، یه ذره قربون صدقه. ولی سیسی خودجوشی، عکس بذاری لایک میکنه، کامنت میذاره، ریپلی میکنه، همه چی عالی. کدومشون میتونه دیوونت کنه؟ قطعا سیسی. باز حالا دوست پسر توی مورد اونقدر کار دستش برنمیاد، ولی سیسی انقدر به اکسش برمیگرده، انقدر تصمیمای مزخرف میگیره، میتونه دیوونت کنه. کدومشون میتونه گنگکاریاتو جمع کنه؟ معلومه سیسی. اخونه بخواد بپیچی سیسی، یه گندی زدی سیسی، یه پی ام میخوای چک کنی سیسی، یه جاسوسی داری سیسی. پسر به چه درد میخوره اصلا؟ والا برید دوست دختر پیدا کنید.